ام تبلیوی توان نابن. او نو نشان وی یادداشتیه که زیادتر 1200 ماموستا و روشنبیر زانینگه ترکیه امضا کربون و تیدا داخواز آشتی و بداوی آنینا اپراسیون هزین اولکارین ترکیه دکن لهمبر آلیگرین پارتیا کارگرین کردستان پککی و خلک سیویل لباکوری کردستانه. هر وسا ماموستاین که او یادداشت امضا کرنه داخواز بداوی آنینا وی قصابخانه دکن که پلان بو هاتیه دارشتن و دبیجن او کریارین حکومت آکپی بریارین ماف مروبانین ناو دولتی و ترکیه بم پیدکه. وی یادداشتی جی کاروادان حکومت ترکیه لپای خو ایناندیه و بیا جه دلگرانی سر حکومت ترکیه رجب طیب اردوغان. اردوغان او کسانه به انجام دادن ناپاکجی و درست کردن تابور پنجه تهمتبار کرد و گفت او کسانه د برجمندی هیزن درو و ژ خدمت تکدان اولهی ترکیه کار دکن. هفدم احمد داوودوغلو سرک ترکیه ده هلویستا که در را گهاند هلویستا کسایتی و راشنبیرا بیا جه دلگرانی ما و بتایبد کنه ها ترکیه لدجی ترور شر دکه. جالی دنوا نویسکار و روشنبیر امریکی د داخویانی که در جبوی روزنامه گاردین یا بریتانی برساوک سر حکومت ترکیه رجب طیب اردوغان دا که او جبوی ترکیه وخوانده بو و گفت اگر از بچم ترکیه لسر وخواندن کردان یه بچم و چون من لسر بانگ اردوغان دبی واتیا وی که از هفپار کمکوجین لهمبر کردانم. کنسول گشتی امریکا ل ترکیه جون باس گرتنا سیاستمدار و روشنبیر ترکیه رخنکر او دازانین زخت و فشار حکومت لهمبر سیاستمدار و روشنبیرا به باندورک نباش لسر جواکا ترکیه چه بکه او گفت بانگا وان کساتیان جبو پشتگیریا ترور نینه بلکو جبو خورد کردن پیواژویا آشتیه. دوزگریا گشتیا استانبول جی به تهمت بانگشه کردن بو ترور او هاندان بو پمپی کردن یاسایان و سواکاتی کردن بسازین کمار ترکیه دست کریه به وکولین دگل نیزوک 1130 ماموستا و روشنبیر زانکوین ترکیه. سپیده اینیج به بریار دوزگریا گشتیا باجار کجا علی 21 ماموستان زانینگه به تهمت ترور و سواکاتی کردن بسازین کمار ترکیه دنا مال خود هاتا بنچاو کردن. لگوری نوچه که آژانس دوغان به بریار دادگاه و وکولین دگل توای وان ماموستای بیت کردن که یادداشت امضا کردن و اگر بین تاوان بار کردن دی 5 سال سزای گرتیگه جبو وان بیت برین.